طرح‌های نو و ساختن شبکه و خط‌های جدید برق یک سبب بی‌نیروی برق ماندن مردم در فصل تابستان شدند. مسئولان شبکه‌های تقسیمات برق در نشست خبری در دوشنبه گفتند که اجرای طرح‌های نو آنها را مجبور می‌کند که مردم را به نیروی برق بگذارند. امسال 4 لایحه بزرگ در مقیاس جمهوری عمل کرده ایستاده است. لایحه الکتریفیکاسیای دهات در بعضی دهات‌ها با ارزش عمومی 6.5 میلیون دلار عملی شده ایستاده است و 94% علاقه از خود کرده شده است. لایحه برنامه رشد ساحه انرژتیکا با ارزش 95 میلیون دلار عملی شده ایستاده است. در دایره لایحه کاسا هزار با ارزش 15 میلیون دلار و اینچنین لایحه کم کردن تلفات نیروی برق در ولایت ختلان عملی شده ایستاده است که البته برای عملی کردن این لایحه ها چخیلی که به هم معلوم است به خاموش کنی شبکه برق اجرا کردن کارها در شبکه‌های برقی غیر امکان است. در تاجیکستان عمدتاً در فصل تیر ماه و زمستان نیروی برق را در ساعت‌های معین می‌دهند، اما امسال اوضاع در تابستان همچنین بود. شکایت ساکنان کشور از بی‌برقی در رسانه‌ها و فضای مجازی زیاد شد. هفته گذشته دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان گفت که هوای گرم طاقت فرسا سبب قطع نیروی برق شده است. مخصوصاً در ماه ایول و قسماً در ماه یون، لیکن اساساً در ماه ایول در بعضی موردها محدودیت برق جای داشت. نابسته از آن که اقتدارهای یعنی استحصالی انرژی برق بسنده بودند، لیکن از حساب از بس که حرارت باد و هوا بسیار گرم بود، این البته تاثیر تکنولوژی با کار تجهیزات ها مخصوصا در شبکه های برقی رسانیده بود. مسئولان شبکه های تقسیمات برق میگویند برای پیشگیری از صدمه در خطهای بلند شدت و یا زیر ایستگاه ها مجبورند انتقال نیروی برق را قطع کنند. اما این مسئولان به این سوال پاسخ ندادند که چرا این مشکل در کشورهای گرمتر از تاجیکستان پیش نمی آید. شکایت ساکنان نه تنها در مناطق دوردست، حتی در محله های اطراف دوشنبه از بی‌برقی در تابستان هم کم نمی شود. بسیار وقت میکشم ایران میشه با گریه میکنم. هرچند نه وزیر انرژتیکا و نه مسئولین شبکه‌های تقسیمات برق اقرار نشدند، اما یکی از کارمندان ساحه برق در صحبت بدون میکروفون گفت که دلیل اساسی تاب نآوردن خطای انتقال از سبب فرسوده شدن سیستم انرژتیکی است. تاجیکستان سالانه به 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق نیاز دارد.